مؤسس و بنیادگر مؤسسه تعلیمی بین المللی کانتاکت شهر اسفر اسرائیل جان اولماسف که با شرافت عملهای گسترده سازنده بنیادکارانه، خیراندیشانه و نکوکاری‌هایش بین مردم صاحب احترام و صاحب اعتبار گردیده است، باز یک اقدام نیک را عملی ساخت. اخیراً با تشبث این نفر خیراندیش در سال خوانش نو 50% خراجات تحصیل در گروه‌های تاجیکی و روسی در این بارگاه معرفت از حساب شرکت اساسی کانتاکت پرداخت کرده می شود. در سال خوانش جاری مکتب بین‌المللی کانتاکت ارزش خوانش را در گروه‌های روسی و تاجیک 50% کم کرده است. این با قرار مؤسس مکتب ما اولماسف اسرائیل جان خمیجانویچ معین کرده شد. 50% آن را کمپانی کانتاکت اینترنت پرداخت می‌نماید. بغیر از این طلبگانی که در المپیاد جمهوری غلبه کردن پور به پرداخت مبلغ، جایی که دوم گرفتن پرداخت همگی 25% و جایی که سوم گرفتن 50% پرداخت مبلغ میخونند. یتیمان کل پور از پرداخت مبلغ آزاد کرده میشن. امروز در این مؤسسه با نفوذ تعلیمی قبول خوانندگان به گروه‌های تاجیکی و روسی از صنف 1 تا 11 برای سال خوانش 2022-2023 ادامه دارد. باید تذکر داد که در تعلیمگاه شرایط‌های سازگار معاصر برای علم آموزی فراهم گردیده. روند تعلیم با استفاده تکنولوژی‌های نوترین تعلیمی که به بلند برداشتن صلاحیت‌ناکی عملی و ملکه‌های همه‌جانبه خوانندگان نگرانیده شده است، راه اندازی می‌شود. مکتب دارای 40 صنفخانه هر کدام با 20 جای نشست بوده. همچنین 12 صنفخانه محفل شахمات، رسمکشی، موسیقی، 2 کابینت انفرماتیکا، شیمی، بیولوژی، فیزیک، آمادگی دفاعی حربی، کتابخانه با ادبیات گوناگون و کتابخانه الکترونی موجود است. درس در اثر تا سال 3 میرد و تمام شرایط‌های بهترین معاصر در مکتب تامین است. لابراتوری فیزیک، شیمی، بیولوژی، تکنولوژی کامپیوتری و اسباب‌های حاضر زمانی بهترین تجهیزات شده است و کتاب‌ها پر از طرف مکتب تامین گردد. مکتب آشخانه است که آن با ارزش خوانش می‌دراید و همه طلبه‌ها بی پول خوراک می‌خورند. در صنفخانه‌های تعلیمی مؤسس آموزگاران صاحب تخصص با استفاده از اسباب و ایانیت‌های درسی با خوانندگان مشغولیت می‌گذرانند. در مکتب زبان‌های روسی و انگلیسی خیلی عمیق آموزانیده می‌شوند. آموزش را آموزگاران بر عهده دارند که اکثر آنها تجربه بای پداگوژی داشته صاحب عنوان‌های بلند علمی می‌باشند و از فدراسیون روسیه، کشورهای اروپا و آفریقا دعوت شده‌اند. Меня зовут Надежда Дмитриевна Мелентий. Я кандидат педагогических наук, преподаватель русского языка и литературы. В этом году в Международную школу «Контакт» приехало 11 преподавателей из Российской Федерации. Мы представляем международный гуманитарный образовательный проект «Российский учитель за рубежом». И в школе мы будем реализовывать образовательные стандарты Российской Федерации. Наши учителя владеют самыми современными методиками и инновационными технологиями в преподавании. Среди своих таджикских коллег мы нашли единомышленников. И за короткое время у нас уже есть несколько проектов, которые мы намерены реализовывать в течение этого учебного года. Таджикистан и город Исфара встретили нас теплой погодой, гостеприимством, вкусным пловом и чудесными учениками. Мы уверены, что этот год будет плодотворным, и мы сделаем все возможное, чтобы состоялся прорыв, который так необходим не только в области образования, но и всем нам, живущим в этом прекрасном солнечном городе. در مؤسسه تعلیمی بین المللی به هنرآموزی خوانندگان نیز توجهی خاص روانه شده. صنفخانه‌های برهوا و علاهیده تعلیم مهنت برای پسران و دختران که با دستگاه و تجهیزات ضروری تأمین است تأسیس داده شده است. در مؤسسه تعلیمی همچنین برای گذرانیدن چاره‌بینی‌های معرفتی، فرهنگی و ورزشی تمام امکانیت‌ها فراهم آورده شده‌اند. در این راستا تالار مجلس با 300 جای نشست، انشاءات ورزشی گشاده و بالا پوشیده، میدانچه فوتبال و همچنین آشخانه برای 350 نفر در اختیار طالب علمان قرار دارد.